بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوب امیدوارم همه خوب باشید ان شاء الله. خوب اولا از هفته گذشته این صحیفه رو این صحیفه باقی مانده بود. بعضی نقطه های مقدمه علمی و مقدمه فقه رو در اینجا من نوشتم که به شما پیش میکنم و انشالله بعد از این به امام شروم بولالی داخل میشویم به مؤلف کتاب و بعدا در خود کتاب و انشالله کوشش میکنیم که اقلا مقدمه مؤلف رو که یعنی خود کتاب میباشد آن رو در امروز یعنی تمام کنیم و کوشش میکنم که درس رو خیلی یعنی مختصر نگه بدارم، چون که وقتی که طولانی میشود من یعنی فهمیده میتوانم که شاگرد میتواند که سرگم بزند. خب بعضی فایده های آموزش فقه من الکی با خیلی تفصیل در درس اول درباره بعضی این نقطه ها گپ زدم، برای همین خیلی با تفصیل گپ نمیزنم. اما نقطه اول را چنانی که میبینید یعنی فایده آموزش فن فقه چیست. نقطه اول این هست که شخص می آموزد که وظیفه های دینی او همچون یک مسلمان چیستند و با اجرای آنها این یکی از سبب های وارد شدن آن به جنت می شود. چون که ما میدانیم که یعنی یک عمل کردن به احکام فقه یعنی کافی نیست، عقیده درست هم داشتن هم یعنی ضروری هست. اما فقه این یکی از یعنی رکنهای بزرگ هست که انسان را وارد جنت می سازد. بعد از آن که عقیده درست داشته باشد، مسلمان باشد، یعنی باید به احکام الله، با شریعت الله چی کند؟ عمل کند. و همین فقه چی است؟ آموزشی و آموختن فهمیشی شریعت الله هست. وقتی که انسان احکام الله را یعنی بیاموزد و بفهمد که الله تعالی از او چی طلب دارد، کدام عملها رو باید انجام بدهد و کدام عملها رو باید یعنی از آنها دور ایستد. وقتی که این علم رو می آموزد و عمل می کند، این یکی از سببهای بزرگ وارد شدن جنت هست باذن الله. نقطه دوم این هست که این او را از آن که در مسئله های عادی روزمره به دیگران مراجعت کند رها می کند و به او یک شکلی استقلالیت و آسانی را می دهد. وقتی که شما احکام دینتون را یعنی مخصوصا در مورد عبادات، یعنی همین 5 ابواب فقهی که هست، طهارت، نماز، صوم یعنی که روزه گرفتن، زکات و حج، وقتی که همین 5 ابواب فقهی را وقتی که شما یاد میگیرید، میآموزید، مسائلی این 5 ابواب را وقتی که یاد میگیرید، میدانید که در کدام حالت طهارت میشکند، یعنی کدام چیز نجیس هست، نماز رو چی میشکند و غیره، شما چی میکنید؟ از مسئولیت های دینی خود با خبر میشوید و در هر یعنی موضوع و در هر یعنی سوالی که پیش می آید به شما ضرورت نمی شود که شما به یک کسی دیگر مراجعت کنید، خودتان می توانید که جواب رو بدانید. خب این درست هست که یعنی وقتی که شما یک کتابی به مانند نور الایضاح را می آموزید، در این کتاب دلایل مذهب را، دلایل را و طریقه های استنباط را هم یاد نمیگیرید. اما برای یک بنده خوب بودن، برای یک بنده با تقوا بودن و برای احکام الله را به جای آوردن، ضروری نیست که یک انسان عامی از دلایل با خبر باشد. چون که من چنانی که به شما در درس اول فهموندم و کوشش کردم بفهمانم که فهمیش دلایل خیلی مشکل هست. آدم باید یعنی با تدریج قدم به قدم بالا برود تا اینکه به دلایل مذهب برسد. پس اگر کسی نخواهد که یعنی قریب تمام زندگیش را به این کار بدهد، فقط بخواهد که متقی باشد، یعنی با تقوا باشد، پرهیزگار باشد، احکام الله را به جای بیاورد، یک مؤمنه خوب باشد و یعنی از احکام روزمره خود با خبر باشد، می تواند که یعنی فقط احکام را بیاموزد. پس همین کتاب نور الایضاح به شما چی درس می دهد؟ احکام الله را در مورد 5 ابواب عبادات، اما به دلایل داخل نمی شود. اما برای خود را یعنی از جهنم نجات دادن و به داخل جنت بردن و رضایت الله سبحانه و تعالی را حاصل کردن، برای شما به احکام عمل کردن کافی است. الله هیچ وقت نگفته است که شما باید یعنی آگاه باشید که دلیل این کار چیست، بلکه بجز این چی گفته است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که کسانی که علم ندارن شما بپرسید از آدمان اهل الذکر
و یعنی مفسرین درباره این اهل ذکر کی است یعنی تفصیل دارند، اما یعنی اگر من تمام اقوال را جمع کرده به شما بگویم، اهل ذکر این علما می باشند. وقتی که خودت علم نداری باید از اهل ذکر یعنی از علما بپرسی. پس آدمی عامی وقتی که حکم را بداند یا خودش یاد گرفته باشد یا از یک مفتی از یک عالم بپرسد و عمل کند برایش کافی هست، برای نجاتش کافی هست، برای تقوا حاصل کردن کافی هست. به هر حال نقطه سوم چی است؟ که آموزش فقه به شخص رشد و پرهیزگاری رو میبخشد با اذن الله. زیرا وقتی که شخص میآموزد و از وظیفه های خود نسبت الله و مخلوق آگاه می شود، احتمال زیادتر هست که به آن عمل کند، عمل برآورد در مقایسه با کسی که نمیداند. وقتی که آدم علم میآموزد یعنی احتمال زیادتر هست که به احکام الله عمل کند. اما اگر علم هم حتی نداشته باشد، یعنی که علم ندارد و حتی نداند که نمیداند از چی چیزها بخبر هست، این را جهل مرکب گفته می شود. این شخص حتی یعنی پروای آن را هم نمی کند که من بعضی مسئولیت های دینی دارم، چنانی که حالتی خیلی مردم زیاد در این زمانه هست. الله سبحانه و تعالی آنها را هدایت کند و یعنی کوشش های ما را قبول کند و ما هم استقامت عطا کند. امین. اما یعنی وقتی که انسان میآموزد، درس میخواند، آگاه میشود، احتمال زیادتر هست که آدم بر چندین احکام عمل کند. این احتمال زیادتر میشود. مثلا اگر کسی نمیدانست که یک چیزی به نام صدقه الفطر هست که باید بدهد، وقتی که علم میآموزد و یاد میگیرد، چی میکند؟ به همین یعنی حکم عمل کردن رو سر میکند و غیره و غیره. نقطه چهارم این هست که شاگردی که اصول الفقه را آموزد آگاه می شود که عالمان مجتهد قانونها را یعنی فتواها را از منبعهای شریعت چگونه استخراج کرده‌اند و دلیلها آورده‌اند. این به شاگرد اعتماد به اقوال مجتهدان می دهد که نظام اقوال آنها بر اساس قاعده های استوار شریعت برقرار هست. من در مورد این خیلی با تفصیل در درس اول یعنی گپ زده بودم که اصول الفقه چی را گفته می شود. وقتی که آدم فقه را می آموزد، باید در عین وقت اصول الفقه بیاموزد یا پیش از یعنی درس خواندن فقه کوشش کند که اصول الفقه بیاموزد. زیادی وقت یعنی در مدرسه ها وقتی که نور الایضاح درس داده می شود، اصول الفقه را درس نمیدهند، چون که یعنی مرحله نور الایضاح تا حال مرحله ابتدایی هست که فقط احکام را درس داده می شود. اما وقتی که شاگردان به کتاب مثلا مختصر القدوری میرسند، در عین حال یعنی اصول الفقه میآموزند که چی طور این احکام از منبع های شریعت استخراج کرده شده‌اند، تا اینکه آگاه باشند که این احکام را کسی همین خیلی شیشته از آسمان نگفته است. این احکام را از مصدرهای شریعت استخراج کرده است. هر کسی که باشد، چی یعنی امام ابو حنیفه و شاگردانش باشد، چی امام مالک باشد، چی امام شافعی و غیره، یعنی که امامان مجتهد چی کردن؟ این احکام را از مصدرهای شریعت، از منبعهای شریعت استخراج کردن و کسی که اصول الفقه را بیاموزد از این طریقه ها و از این فن آگاه می شود. و وقتی که آدم یعنی وقتی که یک شاگرد بیاموزد که چی طور امام ابو حنیفه و شاگردانش این حکم را از این مصدر شریعت، از این دلیل شریعت استخراج کرده است، آدم چی می شود؟ آهسته آهسته اعتمادش با علما و با مجتهدان شریعت چی می شود؟ و مجتهدان مذهب چی می شود؟ اعتمادش زیادتر می شود. یعنی به این هم ما باید از حال و اعتماد داشته باشیم. با علمان مذهب و مجتهدان باید ما از حال و اعتماد داشته باشیم و بدانیم که آنها چی کردن؟ پورا کوشش خود را کردند تا اینکه احکام را از شریعت، از منبعهای شریعت استخراج کنند. اما متاسفانه ما در دوران زندگی میکنیم که از هر طرف و ما شک و شبهات یعنی داده می شود که تو از کجا میدانی دلیل این چیست. یعنی هر وقت با ما چی کرده می شود؟ ما رو یعنی به این تشویق داده می شود که دلیل رو یعنی بفهم، دلیل چیست. یعنی این مفتی یا اینکه این عالم وقتی گپ میزند از چی نگاه گپ میزند، کو بپرس. اما یعنی در اینجا
همگی سرگم زده است، چون که نه مستفتی نه سوال کننده دلیل را خوب میداند و در بعضی احیان کسی که به خلافی بعضی علما گپ میزند، یعنی او هم یعنی تا یک درجه علم ندارد و آگاه نیست که این عالم از کجا حکم را میدهد و غیره. اما اگر شاگرد یعنی سرش رو خم کند، اول احکام رو بیاموزد و عمل کردن رو سر کند، یعنی با تقوا شدن و یعنی با احکام شریعت عمل کردن رو سر کند و آهسته آهسته اصول الفقه رو هم بیاموزد و با اقوالی و با یعنی کوشش های مجتهدان وقتی اعتبار کند و ببیند که اینها یعنی از هر جای حکم نمیدهند، اینها قرآن و سنت رو نظر میکنند. اگر به یگام سؤال در قرآن و سنت جواب نباشد، میبینن که آیا به مانند همین سوال یگام صحنه هست که ما بتوانیم که قیاس کنیم، مقایسه کنیم. اگر نباشد، آیا صحابی یگام چیز گفته است، آیا تابعی یگام چیز گفته است و غیره. خب اما شما در این درس های نور الایضاح اصول الفقه رو نمی آموزید. خب انشالله از سال آینده نیت هست که به شما اصول الفقه رو درس بدهم از کتاب مبادئ الاصول یا از اصول الشاشی. نقطه پنجم این هست که آموزش فقه به شخص امکان می‌دهد که بفهمد که پیروی به یک مذهب فقهی خودش چی از پیروی کردن به شریعت هست و پیروی کردن بر قرآن و سنت هست. چنانی که من در درس اول خوب فهموندم که وقتی که ما میگوییم که این فتوای مذهب حنفی است یا در این کتابی مذهب حنفی چنین آمده است، ما این رو در نظر نداریم که یک مرد آمد، یک همین خل عامی آمد، نامش ابو حنیفه بود و ششته همین خل احکام رو استخراج کرد. یعنی ما این رو در نظر نداریم و این هم یعنی یک گپی خیلی بی‌ادبانه است، بلکه یک مجتهد، یک عالمی که زندگی خود را برای آموزش علمی و برای خدمت علمی داده بود، امام ابو حنیفه امام اعظم آمده، یعنی تمامی یعنی مصدرهای شریعت رو نظر کرده، آیه های قرآن را در نظر گرفته، لغت عربی را در نظر گرفته، حدیث های مبارک را در نظر گرفته، خودش فقط نه با شاگردانش که شاگردانش هم تا یک درجه علمی بودند الکی. امام محمد الشیبانی که یعنی بعداً استاد امام شافعی شده بود و امام مثلا قاضی ابو یوسف که قضاوت میکرد در دوران هارون الرشید و غیره، خیلی زیاد یعنی شاگردانی مستحکم داشت، با آنها شیشته تمام مصدرهای شریعت رو نظر کرده یک حکم را استخراج کردند. این ظاهر است که بر بعض احکام آیتی که یعنی روشن و یعنی آسان باشد و ظاهر باشد موجود نیست. به هر حکم، به هر صحنه جوابی آسانک از حدیث که لفظهایش روشن باشد نیست. بعضی وقت برای بعضی صحنه های زندگی، برای بعضی سوال ها یعنی آنقدر آیتی روشن و حدیثی روشن نمی باشد، پس ضروری می شود که به قیاس مراجعت کرده شود، با یک قول صحابی یعنی رضی الله عنهم مراجعت کرده شود، به قول تابعی که آنها چی کردن، آنها شاگردان صحابه رضی الله عنهم بودن و صحابه رضی الله عنهم یعنی شاگردان پیامبر صلی الله علیه و بودن. این یک علم، یک چی است، یک میراث هست که آهسته آهسته با سند از استاد به شاگرد داده می شود. و چطوری که شما امروز کتاب نور الایضاح را می آموزید، امام شرنبلالی هم به امام ابو حنیفه یک سند دارد، سند فقهی دارد، شاگرد به استاد یعنی شاگرد به استاد درس داده است همین فقه را. و امام ابو حنیفه چنانه که من به شما یک روز ان شاء الله درباره امام ابو حنیفه، درباره یعنی تاریخش برای شما میگویم که با کدام صحابه رضی الله عنه، با کدام تابعین رضی الله رحمهم الله یعنی علم آموخت، یعنی از کدام صحابه رضی الله عنهم به امام ابو حنیفه علم رسید. یعنی آن صحابه هایی که از مدینه منوره هجرت کرده بودند و یعنی منتقل شده بودند به عراق، به کوفه، به بصره، در آنجا امام ابو حنیفه که پرورش یافت و علم آموخت، از کیها یعنی علم خود را گرفتند. پس علم چی است؟ یک میراث هست و علم یعنی باید با سند، با تسلسل باید آموخته شود. و نقطه آخران این هست که ظاهر قرآن و حدیث برای شخص کفایه نیست که تا اینکه به آن عمل کند. چنانه که این خیلی پهن شده هست، یک کس سوال میکند و یک کسی دیگر چی جواب میدهد؟ میگوید که من آیت را بگیر، این از حکم یا من از حدیث. و برای همین هست که گرچند که وقتی که از یک مفتی سوال می شود، مفتی ضرورت ندارد که به مستفتی دلایلش رو بدهد، چون که یعنی اگر تو عامی، اگر تو دلایل رو میخوای، بیا بشین عالم شو
و یاد بگیر برای مدتی طولانی. و اگر تو نمیخواهی که وقت خود را، زندگی خود را برای این کار بدهی، پس یعنی فروتن باش. و وقتی که من به تو حکم رو میگویم، حکم رو گرفته رفته عمل بکن. اما چون که در این زمانه مردم این طور نیستند، نمیخواهند یعنی با مدتی طولانی درس بخوانند، بعضی وقت چی میکنند؟ سوال میکنند، دلیل را میپرسند و ما مجبور میشویم. در این زمانه من مجبور هستم که دلیل ها را پیش کنم و حتی شیشته آن دلیل ها رو بفهمانم، چون که من آگاه هستم که سوال کننده این دلیل ها رو حتی شاید ترجمه این دلیل ها رو نفهمد. من باید ترجمه کنم و بفهمانم که چی طور از این دلیل ما حکم رو استخراج میکنیم و غیره و غیره. پس نقطه خیلی مهم این هست که شما در فکر خود این را بگیرید که ظاهری قرآن و حدیث برای حکم استخراج کردن کافی نیست. این درست هست که بعضی وقت برای بعضی احکام یعنی آیه می باشد که خیلی آسان می باشد، خیلی ظاهر می باشد، یعنی آیت را گرفته به همان یعنی حکم جواب هست. و بعضی وقت برای حدیث، برای بعضی صحنه ها، برای بعضی سوال ها هم حدیث خیلی روشن هست. اما این برای بعضی مسائل هست. اما مسائلی که به مردم پیش می آید خیلی زیاد هست و برای هر مسئله یعنی ظاهری قرآن و سنت کافی نمی باشد. خب اکنون دوام می دهیم به امام شرومبولالی. یک بار یعنی در نزد خود بگوید شرومبولالی تا اینکه در زبانتون یعنی روان شود. چنانی که می بینید نقطه اول این هست، یعنی امام شرومبولالی کی بود؟ مؤلف همین نور الایضاح کیست؟ نامش حسن ابن عمار ابن علی المصری الشرومبولالی بود. حسن پسر عمار پسر علی المصری الشرومبولالی. از المصری رو شاید فهمیدید که نسبتش به چیست؟ به مصر. اصلا کنیتش هم چیست؟ ابو الاخلاص. کنیت یعنی که عموما کنیت این می باشد که وقتی که یعنی یک کسی رو با یعنی با نام فرزند اولینشون وقتی که صدا کرده می شود، نام مانده می شود. مثلا برای زنان استفاده می شود، مریم، فاطمه و غیره. و برای مردان مثلا ابو احمد، ابو محمد، ابو الحسن، ابو یوسف، این خیلی استعمال می شود. اما بعضی وقت می شود که یعنی کنیت اصلا نامی فرزند نمی باشد، یا همین خیلی می گویند ابو و یک صفت همان شخص رو ذکر می کنند. مثلا ابو الاخلاص، این میتواند یا پسرش باشد یا اینکه یک صفتش باشد که کسی شاید این رو ابو الاخلاص گفته هست که تو خیلی مخلص هستی، برای همین تو ابو الاخلاص هستی. مثلا چنانی که علی رضی الله عنه رو پیامبر صلی الله علیه و آله ابو التراب گفت، قم ابو التراب، یعنی که بخیز پدری خاک، یعنی که خاک آلود شده بود، پس گفت قم ابو التراب، یعنی که پدری خاک، اما اصلا که پدری خاک نیست. خب از خاطری که خاک آلود شده بود. به هر حال نامش حسن، نام پدرش عمار و چنانی که میبینید بابا کلانش علی. المصری این نسبتش هست، یعنی که از مصر بود. و الشرومبولالی هم نسبت به قریه‌ای که بود، قریه‌ای که از آن بود، به همین نسبت هست. و چنانی که در نقطه دوم میبینید از شبر بلوله بود. این رو شبر بلوله گفته می شود. شبر بلوله کمک یعنی تلفظش دیگر هست در بعضی کتاب ها، اما چون که از شبر بلوله بود که یکی از قریه های مصر هست، این رو اصلا باید شبر بلولی گفته می شد. اصلا باید الشبر بلولی می بود، الشبر بلولی، چون که از قریه الشبر بلول هست. چنانکه که میدانید البخاری، الترمذی و غیره، اینها هم نسبت حساب میشوند. اما این را یعنی من لغتش رو نمیفهمانم چون که این موضوع ما نیست، اما این رو میگویند که نسبتی غیر قیاسی. خب پس از شبر بلول الشرومبولالی شد، الشرومبولالی. خب نقطه سوم این هست که در سال 994 هجری تولد شده بود و در 6 سالگی پدرش او را به قاهره آورد و در اینجا حفظ قرآن کرد و به علم اسلامی مشغول شد. در همینجا تحصیلاتش را سر کرد و خیلی زیاد تحصیل کرد، یعنی خیلی زیاد معلم داشت، مدرس داشت، یعنی شیخ داشت. بعضی نامهای یعنی شیوخش رو من در اینجا نویستم: شیخ عبدالرحمن المسیری، امام عبدالله النحریری، امام علی ابن غانم المقدسی. اینها از جمله استادانش بودند. نقطه بعدی، بعد در مدرسه ازهر تحصیل کرد تا اینکه فقیه شد و در مدرسه قاهره مدرس شد و با ملکه فقهیه شهرت داشت.
با ملکه، با قدرتی، با توانای فقهی شهرت داشت در همان زمانه. در سال 1035 به بیت المقدس که در فلسطین می باشد، بیت المقدس، بیت المقدس، یعنی رحلت کرد و چندین بار به حج رفت. وفاتش در 21 رمضان بود سال 1069 هجری، هنگامی که تقریبا 75 ساله بود در قاهره وفاتش در قاهره شد، در مصر. و نقطه آخر این است که سند در فقه دارد که به امام ابو حنیفه رحمه الله برمیگردد، یعنی اصلا سندی علمی دارد، یعنی نام استادش ذکر شده است و نام استادی آن استاد ذکر شده است و همین طور برمیگردد به امام ابو حنیفه رحمه الله. و چنانی که من به شما الان گفتم که امام ابو حنیفه خودش یک تابعی بود و در نزد دیگر تابعین علم حاصل کرد و آنها در نزد صحابه ها. پس یعنی مبارک به شما و اهلا و سهلا به شما که این کتاب را یاد میگیرید. الله سبحانه و تعالی تا آخر یعنی رفتن را به شما نصیب کند، به شما استقامت عطا کند. آمین. بعداً تصنیفات امام شرنبولالی چنانی که میبینید، نقطه اول از جمله تصنیفاتش کتابی نور الایضاح و نجات الارواح می باشد. همین کتابی که انشاءالله شما یعنی درس خواندنی هستید که در سال 1032 تصنیف کرد. این چنین کتاب امداد الفتاح شرح نور الایضاح را در سال 1045 تا 1046 تصنیف کرد و بعد این شرح را در سال 1054 مختصر کرد با نام مراقی الفلاح شرح نور الایضاح. خب اول چی کرد؟ یک کتاب مختصر را تصنیف کرد که به نام نور الایضاح هست، همین کتابی که شما درس میخوانید. و برای این کتاب تا اینکه تفصیلی بیشتر بدهد امداد الفتاح را تصنیف کرد و تا اینکه امداد الفتاح را باز اختصار بدهد، مختصر تر کند، مراقی فلاح را تصنیف کرد. این یعنی یک موضوع خیلی جالب هست که این کتاب خیلی زیاد هست که یک عالم یک کتاب را می نویسد مختصر کرده، متن را اول تصنیف می کند، بعد می بیند که بعضی ها یعنی درخواست می کنند که همین متن را شما چی کنید، تفصیلاتش را هم بنویسید. بعد متن را برای متنشان چی می کنند، شرح می نویسند. مثلا امام مرغینانی هم بدایت المبتدی را اول تصنیف کرد، بعد کتابی هدایه را تصنیف کرد تا اینکه به کتابش بدایت المبتدی شرح شود. همین طور من برای شما کتاب امام موصلی الاختیار و مختار هم چی شده بود، یک تایش متن هست و یک تایش شرح هست. همین طور این خیلی کاری هست که در نزد علما خیلی زیاد می شود. اول متن را تصنیف میکنن و بعد برای کتاب خود شرح می نویسن. بعضی وقت چی میکنن، کتابی که یعنی مفصل نوشته بودن آن را دوباره اختصار میکنند. همین طور خیلی زیاد می شود. خب این خیلی یک موضوع جالب هست. و نقطه بعدی یعنی دیگر کتابهایش، عنوان دیگر کتابهایش را هم من در اینجا نوشتم. شرح منظومه ابن وهبان. این یک منظومه هست، یک نظم هست. در نظم خیلی یعنی لایق بود امام شرنبولالی. و دیگر کتاب مراقی السعادات و غنیة ذوی الاحکام فی بغیة دور الحکام. این یک کتاب دیگر هست. من همین خیلی بعضی عنوانهای بعضی کتاب ها رو برای شما نوشتم. انشالله با مرور زمان وقتی که شما زیادتر و زیادتر کتاب ها رو آموختید و کتاب خواندید، بعضی این عنوان ها رو بعد میبینید، بعد بلد میشوید که کدام عالم کدام کتاب رو نوشته بود، تصنیف کرده بود. و این چنین 58 رسائل تصنیف کرده است در مدت چندین سال در موردی یعنی موضوعهای گوناگون. خیلی زیاد رسائل تصنیف کرده است و اینها رو هم جمع کرده بود در یک کتاب. اکنون کتاب نور الایضاح. نقطه اول این هست که کتاب مختصر و آسان فهم است برای ابتدا کننده، گرچندی که به زبان عربی هست. یعنی من میخواستم که اولا فقه رو به شما و زبان تاجیکی همین خیلی آسان کرده به مانند فقه میسر یعنی درس بدیم، اما متاسفانه شاگردان اونقدر طاقت ندارن، میخوان که در کتابی یعنی در کتاب کلام در کتاب عربی داخل شوند. برای همین من یعنی لبیک گفته به شما کتاب نور الایضاح رو درس میدیم. اما این هم کتابی چی است؟ کتاب ابتدا کننده هست
مثلا ما وقتی که در مدرسه پیش از آن که در کتاب الفقه المیسر داخل شویم، بعضی وقت الفقه المیسر رو یعنی می‌آموزیم، درس می‌خونیم و بعضی وقت به جای الفقه المیسر که کتابی برای کودکان عموما میباشد، ما از کتاب بهشت زیور سر می‌کردیم که ترجمه دارد به اردو، به زبان اردو و اینچنین به دیگر زبان‌ها، به زبان انگلیسی. ما مثلا اولا چی می‌کردیم؟ فقه رو به زبان انگلیسی یک بار می‌آموختیم، آسان کرده و بعداً به کتاب عربی داخل می شدیم. این طرح ما تیار می بودیم به بحث های فقهی. به هر حال نقطه دوم این هست که به دلایل و طریقه استنباط احکام داخل نمی شود. چنانکه که من با شما بار بار گفتم که این کتاب احکام هست، کتاب دلایل نیست. اولا شما باید احکام شرعی خود را بیاموزید و آهسته آهسته کتاب که بلندتر و بلندتر شد، بعد شما از دلایل با خبر می شوید. من هم وقتی که در مدرسه یعنی فقه را آموختم، اول برای 6 سال من قریب برای 6 سال نه شاید 5 سال کتاب از یک کتاب فقهی به دیگر کتاب فقهی آهسته آهسته قدم به قدم بالا شدیم و تا یعنی آخران سال تا 4 سال هم ما هیچ وقت در دلایل داخل نشدیم. بعضی وقت یعنی احیانا در بعضی مسائل دلایل پیش میشد و در بحث دلایل داخل می شدیم، اما این بعد از یعنی 5-6 سال بود که من در دلایل مذهب و در اصول فقه یعنی داخل شدم. این بعد از آموختن اصول فقه بود که بعداً چی شد؟ فهمیش دلایل برایم آسان شد. نقطه بعدی این هست که فقط 5 ابواب عبادت را شامل دارد، چنانی که میبینید طهارت، صلات، صوم، زکات و حج. یعنی مسائل طلاق، مسائل انخل، نکاح، خلع، نفقه، عده اینها نیستند که خیلی زیاد پیش می آیند، اما انشالله با تدریج شما هم پیش می روید. نقطه بعدی اختلافات را آنقدر پیش نمی کند. امام شورنبلالی آنقدر اختلاف یعنی که در بعضی مسائل چی می شود؟ اختلاف می شود، چون که دلیل آنقدر ظاهر و روشن نیست. پس در بین علما اختلاف می شود، نه فقط در بین مذاهب اختلاف می شود، حتی در مذهب حنفی هم بعضی وقت اختلاف می شود، مثلا در بین شاگردان امام ابو حنیفه رحمه الله و خود امام ابو حنیفه. پس چی میکنند؟ یعنی این یعنی دلیل هر امام رو ما چی میکنیم؟ درس میخوانیم، میآموزیم، میفهمیم که از کجا این اختلاف یعنی سر میشود و یعنی کدام قول چی دلیل هست. اما در این کتاب این اختلاف ها پیش کرده نمی شود، فقط قول معتمد را پیش میکند، یعنی که فقط همین حکم آخران که چی باید کرد، فتوا در چیست، همین را پیش کرده می شود که خیلی برای کسی که ابتدا کننده است آسان میکند. آخرین نقطه این هست که نام‌های علمای مذهب را اونقدر ذکر نمی کند. عموما وقتی که کتاب فتوا یا اینکه فقه را وقتی که میخوانی، یعنی نام‌های امام‌ها و علما می آید، مثلا این چنین امام محمد گفته است، این چنین امام ابو یوسف گفته است، این چنین عند زفر مثلا امام زفر چنین گفته است و غیره و غیره، و بعضی وقت دیگر امام‌های دیگر مذهب‌ها را هم ذکر می‌کنند. اما چون که این کتابی یعنی ابتدا کنندگان هست، این خلنامه رو زیاد نمیگوید. و نقطه آخران این هست که به قول راجح با کلمه های خاص به مانند این است صحیح، هو الصحیح، هو المعتمد، این است معتمد، هو المختار، این است انتخاب شده، یعنی انتخاب شده برای فتوا، و دیگر کلمه ها یعنی هو المختار للفتوى، یا اینکه این ظاهری روایه هست، یا اینکه این مفتى بهی هست. این کلمه ها را استفاده کرده مؤلف چی میکند؟ یعنی با قول مفتى بهی که برای فتوا داده می شود، یعنی آخران یعنی نتیجه مسئله را به همین کلمه ها اشاره می کند. این از کتاب نور الایضاح و اگر بخواهید خب من یک نقطه رو بعداً میگویم. و چنونی که در اینجا میبینید تمام یعنی عنوان همین کتاب نور الایضاح و نجات الارواح هست و در اینجا نوشته شده است که مختصر فی العبادات فی الفقه الحنفی، یعنی که این یک کتاب مختصر هست در فقه حنفی در مورد عبادات با ابواب عبادات. و در اینجا للامام العلامه العمده حسن ابن عمار الشورنبلالی، حسن بن عمار الشورنبلالی یعنی مؤلفش هست رحمه الله تعالی، و در اینجا سنی یعنی تولدش و وفاتش ذکر شده هست. و در اینجا نوشته شده است که تحقیق استاد دکتر سعید بکتش، یعنی که و در اینجا یعنی همان جایی که همین کتاب را یعنی نشر کرده هست، طبع کرده هست، مطبوع کننده، همینجا ذکر شده است نامی همون یعنی
کارخانه‌ای که همین کتاب رو چی کرده است، نشر کرده است. به هر حال من همین خیلی درباره کتاب کمک برای شما فهماندم که کتاب رو چطور باید بخونید و در این نوشتجاتی که در بالای کتاب می آید چی معنا دارد. به هر حال این کتاب اصلا آنقدر دراز نیست، باید 100-120 صحیفه باشد، اما چنانی که شاید شما دیده باشید همین کتاب 400 صحیفه هست. شاید شما یعنی تشویش داشته باشد که ما چطور این کتاب رو تمام میکنیم. این کتاب اصلا 120 صحیفه هست، یعنی خیلی مختصر هست، اما برای اون که این کتاب محقق هست، یعنی که تحقیق شده هست، شیخ دکتر سعید بکتش این رو تحقیق کرده است، برای همین هست که بعضی تعلیقات دارد که ضرورت نیست که در دوران درس من آن تعلیقات رو بخوانم. این همین خیلی برای فایده شاگرد، برای بعضی مسائل اگر وضاحت در کار شود آن تعلیقات را استاد پیش میکند و اگر نه ضروری نیست که ما با آن تحقیقات پیش رویم. کسی که میخواهد که این کتاب را یعنی چاپ کند در نزد خود، من میتوانم که با شما کتاب خودی متن کتاب را روان کنم که 120 صفحه می باشد تا اینکه برای شما یعنی چاپ کردن این کتاب آسان‌تر شود ان شاء الله. و استاد چنانکه که در اینجا میبینید مثلا در این صحیفه ها در اینجا خط می باشد و در پایان خط تعلیقات می باشد. بعضی به فکرم ایضاح ها میگوید شما، بعضی ایضاحات وضاحت نقطه های وضاحت کننده می باشد. مثلا اگر نام شخصی بیاید یا اینکه اگر مثلا یگم نقطه ای که برای حالی یعنی برای این زمان اگر ضروری باشد محقق پیش میکنه. چون که شیخ سعید بکتش یک استاد مذهب حنفی از سوریه می باشد، از حلبی هست، حنفی هست و در همین کتاب امام شورنبللی را چی کرده است؟ تحقیق کرده است. در مدینه منوره زندگی می کند و در مدرسه طیبه درس می دهد، اما خودش هست عالمی حنفی هست و برای بعضی نقطه های در اینجا وضاحت می دهد. ضروری نیست که ما اینها رو بخونیم. به هر حال این هست خودی متن کتاب در اینجا در این بالا هست، در این یعنی قسمتی بالاگی صحیفه. ما انشالله چی میکنیم امروز؟ مقدمه مؤلف یعنی که امام شورنبللی چی میگوید در مقدمه، برای چی من این کتاب را تصنیف کرده هم، در اینجا این را انشالله سر میکنیم و از هفته دیگر در کتاب طهارت داخل میشویم که این صحیفه بعدی می باشد. پس انشالله از صحیفه 55 سر میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این اکنون امام شورنبللی میگوید، همه این یعنی این سخن ها را امام شورنبللی میگوید. مقدمه المؤلف. خب مقدمه مؤلف: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. معنایش چی است؟ تمام حمد برای الله هست که پروردگار جهانیان هست، پروردگار عالمین هست، و درود و سلام بر سرور ما محمد صلی الله علیه و سلم که خاتمی پیامبران هست و این چنین درود و سلام بر خاندانی پاکیزه او و صحابه های او یعنی یاران او اجمعین همگان. قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي الحنفي عفى الله عنه. گفت یا میگوید بنده فقیر به پروردگار غنی خود، یعنی که این معنای آن را ندارد که بنده فقیر به پروردگارش میگوید، این طور نیست. بنده فقیری که به پروردگار غنیش نیازمند هست، بنده که فقیر هست به الله یعنی که نیازمند هست به الله گفت و نامش را بعداً می آرد که ابو الاخلاص کنیتش حسن الوفایی، یک نسبت دیگر هم هست وفایی و شورنبللی، یعنی این همش این دو تا چی هست و حنفی هم نسبت هست. نسبت به کدام مذهب؟ این سه کلمه های یعنی نسبت هست. این نامش حسن بود و ابو الاخلاص کنیتش هست. پس گفت بنده که نیازمند هست به پروردگار غنی خود ابو الاخلاص حسن الشورنبلالی الحنفی عفا الله عنه، این دعا هست برای خودش، یعنی که میگوید که خدا او را بیامرزد، خدا او را ببخشد. انه قد التمس مني بعض الاخلاء عاملنا الله واياهم بلطفه الخفي ان اعمل مقدمه في العبادات. انه قد التمس هم در تاجیکی هست. وقتی که ما مثلا میگوییم التماس، من التماس میکنم از تو، خب
به همین معنا رو دارد که بعضی از دوستانم، اخلا، بعضی از برادران، بعضی از دوستان از من خواستند، از من التماس کردند. بعد در اینجا در بین این دو خط که میبینید این هم دعا هست. این یک یعنی رفتاری علما، این یک رفتاری هست که علما خیلی زیاد میکنند در کتاب خود. به خود هم دعای مغفرت میکنن، برای قرائت کننده، برای شاگرد هم دعا میکنن، اگر یک کسی رو ذکر کنند با آنها دعا میفرستند. پس میگوید که عملنا الله و ایاهم بلطفه الخفی، یعنی که خدا ما رو و آنها رو با لطف پنهانیش رفتار کند، با لطف پنهانیش رفتار کند. خدا با ما، الله سبحانه و تعالی با ما با لطفش یعنی رفتار کند. خب این یک دعا هست. پس آنها از من التماس کردن، از من درخواست کردن ان اعمل مقدمه فی العبادات، که من در یک مقدمه درباره یعنی عبادت ها نویسم، که من یک مقدمه نویسم در عبادات. خب این عمل اصلا بکنم هست، اما در اینجا باید با همین سیاق و سباق، با کانتکست باید ما ترجمه کنیم. تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات، که این مقدمه چی میکند؟ که برای شروع کنندگان مسائل پراکنده را از کتاب های مفصل نزدیک کند. خب تقرب یعنی قریب کند، یعنی که نزدیک کند، و نزدیک کردن معنایش چی است؟ یعنی که آسان کند، تا اینکه برای مبتدی مسائلی که در کتاب های مطول، در کتاب های مفصل موجود هستند، آنها را برای کسی که مبتدی هست، ابتدا کننده هست، آنها را نزدیک کند، آنها را آسان کند. پس چی کردم؟ فاستعنت بالله تعالی و اجبته طالبا للثواب. فاستعنت بالله تعالی، سپس من از الله تعالی یاری خواستم. استعانه یعنی که من کمک خواستم، یاری خواستم از الله تعالی. و اجبته طالبا للثواب، و به این درخواست، به این سؤال آنها یعنی من پاسخ دادم، جواب دادم. طالبا للثواب، در حالی که من به ثواب امید دارم. طالبا یا اینکه به ثواب امید داشتم. ولا اذكر الا ما جزم بصحته اهل الترجیح، و من در این کتاب خود ذکر نمی کنم بغیر از آن چیزهایی را که، آن مسائلی که اهل الترجیح یعنی علمان اهل الترجیح، چنان که در درس اولی من برای شما فهماندم که اهل الترجیح کی ها می باشند، آن مسائلی که اهل الترجیح تصدیق کرده اند، من غیر اطناب، بدونی که من یکم تفصیلاتی بیشتر رو یا زیاده رو من پیش کنم، یعنی که من خیلی این رو مختصر و آسان فهم قرار دادم. و سمیته نور الایضاح، یا سمیته نور الایضاح و نجات الارواح، و من این کتاب رو نام دادم، یعنی نامش نور الایضاح و نجات الارواح هست. و مثلا نام این کتاب چی معنا دارد؟ نور الایضاح وقتی که میگوییم معنای این هست نوری روشنی، یعنی یا اینکه نوری فهماندن، روشن ساختن، وضاحت دادن، که این اشاره هست به روشن کردنی مسائل دینی و فهماندن آنها برای کسانی که ابتدا میکنند. و نجات الارواح معنایش نجات ارواح هست، یعنی که اشاره به هدایت و نجات روحانی که توسط دانستن و عمل کردن به مسائل دینی حاصل می شود، به این اشاره هست. پس یعنی که عنوان کتاب چی معنا دارد؟ روشنی، فهماندن و نجات ارواح. و در آخر میگوید والله اسأل ان ينفع به عباده و یدیم به الافاده، و از الله میخواهم که با این، یعنی که با این کتاب بندگانش را نفع کند، نفع رساند، و با آن کتاب منفعت را دائمی گرداند. اللهم آمین. و بعداً سر میکند کتاب الطهاره. انشاءالله در همینجا درس را بس میکنیم و در یعنی از هفته آینده انشاءالله در خود مسائل فقهی داخل میشویم. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. إن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. این سخنم را من میگویم، گفتم و از الله سبحانه و تعالی برای خود و برای شما آمرزش میطلبم.
پس شما نیز از او آمرزش طلبید که اوست بخشنده و مهربان. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.